سلام. امروز کاشت ژلیکس رو یاد روش‌های جدید برای بلند کردن ناخن. کاشت ژلیکس کاش مناسب افرادیه که حساسیت دارن و مواد این کار بدون بو و با سوهان‌کشی کم. از همه مهمتر زمان کمتری نسبت به کاشت‌های دیگه لازم. که تو ویدیوهای قبل آموزش دادم، اول بسترسازی و مانیکورمون رو انجام میدیم و بعد میریم به سمت کاشت ژل تیپسمون. داخل تیپ رو با سافت ژل پر کن. از ریشه به سمت وسط مواد میذاریم تا شوره نکنه. خب حالا ژل تیپس رو از قسمت ریشه با زاویه آروم روی ناخن میخوابونیم تا ژل تیپسمون روی کل ناخن فیکس بشه و بعد با یووی چراغ قوه‌ای خشک میکنیم و در نهایت دورگیری میکنیم و به ناخن فرم میدیم. اگه کاتر داریم با کاتر کوتاه کنیم. من اینجا کاتر نداشتم، با نیپر کوتاه کردم. اول لبه آزاد و سوهان میکشیم و بعد ساید وال ها رو سوهان کشی میکنیم و در نهایت لاک ژل رو میزنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. برای آموزش بیشتر دایرکت مراجعه کنید.